инак оғоз мекунем бахши аввалини барнома. Ин бахши саволи тамошобин мебошад. خب عزیزان با سامانه اجتماعی اینستاگرامی تورتانین یک обуначаи мо саволеро ирсол карда буданд дар онҷо ки нархи автомобили Ford дар соли 1924 чанд пулро ташкил медод. яъне ин савол аз ҷониби тамошобин ба мо омадааст. марҳамат, ба унвони барномаи мо занг занед. барнома мустақим аст. рақами мо дар студия 92 644 55 33 аст ва дар экрани ҳар кадоми шумоён айни ҳол ана ин гуна як худ титрҳо баромаданд ки дар онҷо вариантҳо ҳастанд. марҳамат, интихоб аз шумо аст. ба мо занг занед ва интихоб кунед ки шумо кадом вариантро барои шумо дуруст аст. яъне нархи автомобили Ford дар соли 1924 чанд пулро ташкил медод. бисёр саволи ҷолиб аст. барои худи ман низ як обуначаи бисёр чолоки мо ин саволро равона кардан бисёр саволи хуб аст. яъне дар ҳақиқат дар соли 1924 ки дар ёд дорад ин гуна автомобил чанд қадар маблағ дошт, яъне чанд қадар арзиш дошт. яъне ин гуна автомобил он худ чӣ гуна автомобил буд? худ ки дар ёд дорад ин автомобили Fordро? خب السلام علیکم. تشکر زیاد خیلی علاقه قطع کردید. خب عزیزان فعال باشید. مرحمت با ما زنگ زنید 92 844 55 33 و اینچنین شما می توانید با سامانه اجتماعی با اینستاگرامی تورتانین سوالهای خود را ارسال کرده باشید. یعنی نرخ автомобили Ford در سال 1924 چند پول را تشکیل میداد؟ انتظار شما هستیم. السلام علیکم. تشکر زیاد از آن شما نیز میشنویم. وریانتی و همین طور؟ یعنی $400. خوب وریانتی خود را تغییر نمیدهید؟ انتخاب خود را عوض نمیکنید، یعنی در همین انتخاب میستید؟ خب متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. خب بینندگان گرامی، فعالی رو از دست ندهید. مرحمت. یعنی در سال 1924 چقدر سالها سپری شدن автомобили Ford چند قدر مقدار مبلغ رو به خود صادر میکرد؟ ارزش آن چند قدر بود؟ وریانت ها هستند. مرحمت، به فکرم دشوار نیست. السلام علیکم. میشنویم شما رو. تلفن موبیلی خود را گذاشتن هیچ باکی نیست. باز یک بار دیگر به ما زنگ زنید. حتما زنگ شما را قبول خواهیم کرد. یعنی این автомобили Ford اینقدر سالها برای مردم خدمت کرده است. در این سالها ارزش آن چند قدر بود؟ شاید این ارزش را باباها بیبی کلانها دانسته باشند. مرحمت، جوانان نیز فعال باشید. انتظار شما هستیم. ارزش автомобили Ford در سال 1924 کی میدوند؟ السلام علیکم. خب میشنویم شما رو. وریانتی ب یعنی $372 همین طور؟ خب جواب خود رو عوض نمیکنید؟ شما جدی میگویید که وریانتی ب؟ بیایید من به شما باز یک امکانیتی دیگر میدهم. وریانتی خود رو عوض میکنید؟ انیق؟ متاسفانه جواب نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. خب بینندگان، همگی دو وریانت باقی ماند. فعال باشید. مرحمت، انتظار شمایان هستیم. انتظار زنگ شمایان هستیم. یعنی در سال 1924 автомобили Ford چند قدر ارزش داشت؟ بسیار سوال جالب است. همگی دو وریانت باقی ماند. انتخاب از شما. مرحمت. السلام علیکم. و علیکم سلام. میشنویم شما را. بخشش کدام وریانت؟ وریانتی و همین طور؟ متاسفانه جواب نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. خب بینندگان گرامی، همه به ما زنگ زدن، یعنی 3 نفر و این 3 نفر جوابی نادرست را گفتند.
посух ба суоле ки нархи автомобили ворд дар соли 1924 чанд пулро ташкил медод, ҷавоби дуруст варианти А 265 буд. Ташаккури зиёд мегӯем ва ин навбат ба бахши дигари барнома, бахши мусиқиро дар ёб мегузарем. ин навбат аз коргардон хоҳиш мекунем ки ана ҳамон мусиқие ки ба тамошобинон мо омода карда будем гузошта бошанд, то ин ки онҳо шунаванд ва пайдо кунанд ки сарояндаи он ки аст. Марҳамат. خب موسیقی رو همگان شنیدن. موسیقی شناس است، آشنا است، صدای فورم دارد. این حافظی خوش آواز. مرحمت، کی هست این حافظ؟ به فکر شما کی باشد که اینقدر موسیقی دلنشین رو برای تماشابینان پیشکش نموده است؟ سرودی دلنشین رو کی باشد این نفری که این گونه موسیقی زیبا رو درست؟ اینجا زنگ نوبتی رو قبول میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. خب میشنویم شما رو؟ مرحمت. تماشابینی عزیز، ما شما رو میشنویم. بخشش کمی بلندتر حرف زنید، آوازتون خیلی پست آمده ایستاده است. مبارز عثمانوف. مبارز عثمانوف، کدام سرود؟ مبارز عثمانوف. خب، به خود باوری دارید؟ انیق مبارز عثمانوف، همینطور؟ چی نام دارید؟ نرگیزه. نرگیزه خان، ما شما رو مبارک باد میگوییم. در حقیقت این سرود از آنی مبارز عثمانوف است. با کی سلام و پیام میرسونید؟ به همه خوجندیان با ایدی آمدید تبریک می‌گویم. زمانات اینجوری باشد، ارزانی باشد، همه باشد. و شما برای کار. تشکر زیاد. مرحمت. میشنویم. سرود از مبارز عثمانوف است. قدری آشنایی چرا فروخته، میری دل با من کو بهانه سوخته، وطنم زی تو اومد هم جام دوخته، من آخر شما را باور نمودم. خب، این سرود بسیار برای همگان آشنا بود، به زودی دریافت کردن و این نوبت از سرودی نوبتی، موسیقی نوبتی رو میشنویم و اون رو پیگیر میشویم که حافظه اون کی است. مرحمت. خب، مرحمت. بسیار یک موسیقی شوق است، برای همگان فورم است و فکرم حافظه اون کی باشد که این سرود را زمزمه کرده است، کی سراییده است؟ فکر شما چگونه است؟ مرحمت عزیزان، انتظاری زنگ‌های شمایان هستیم. انتخاب از شما است. به فکر شما این موسیقی دلنشین از آنی کدام سراینده، از آنی کدام حافظه و یا حافظ است؟ فکر شما را انتظار هستیم. خب، یک موسیقی بسیار خوب بود برای بگاهی، برای جوانان نیز پسند آمد. شاید اساساً پدران مادران این موسیقی را بسیار خوب شناسند، چون موسیقی یک موسیقی بسیار فورم است. السلام علیکم. سلام قربان. بخشش باز یک بار دیگر؟ نفهمیدیم. باز یک بار دیگر. میشنویم شما رو. از چی سبب باشد خیلی علاقه قطع کردید؟ نه اونقدر خوب ما این نفر رو شنیدیم. تشکر میگوییم برای زنگتون تماشابینی عزیز. در حقیقت بسیار یک موسیقی خوب است، فورم است. السلام علیکم. السلام علیکم. شماتون بخیر باشد. میشنویم شما رو. شما بخیر باشد. تشکر زیاد. از کارگردان خواهش میکنیم کمی آواز این نفر رو بلندتر بردارن. میشنویم شما رو. به فکرم از مقدس مدینه. کی؟
مقدس می‌بینید. متاسفانه جواب نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان تماشابین عزیز. خب فعالی رو از دست ندهید عزیزان. مرحمت انتظار زنگ‌های شمایان هستیم. 92 644 55 33 و همچنین شما می توانید به سامانه اجتماعی با اینستاگرامی تیوی ابونه شوید. سوال‌های خود را به آنجا فرستانید. ما انتظار شمایان هستیم. یعنی این موسیقی از کی باشد؟ بسیار موسیقی جالب است. السلام علیکم. السلام علیکم. میشنویم شما را؟ بخشش آواز نه آنقدر خوب آمده ایستاده است. کلمت الله قربان. از کرامت الله گفتید؟ بله. به خود باوری دارید؟ شاید باشد. شاید. خب چند فایز به خود باوری دارید؟ 50%. 50%. چرا 100% نه؟ اصلا نمیشناسم. من از خدا نقدی کردم. خب نمیشناسید و از خود میگوید که این سروج کرامت الله هست، اینطور؟ بله. خب متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. خب عزیزان، یعنی این نفر گفتن سرود از کرامت الله است. نه، سرود از کرامت الله نیست. سرود من به شما کمک میرسانم. سرود از دوره های پیش آمده است. بسیار سرودی قدیم است. همه آن را شاید شناسند، شاید بعضی ها در یاد دارند، بعضی ها در یاد ندارند شاید. السلام علیکم. آواز؟ میشنویم؟ السلام علیکم. از چی سبب باشد خط علاقه قطع کردید؟ هیچ باکی نیست، باز یک بار دیگر به ما زنگ زنید. خب عزیزان، موسیقی را دریابید. کدام موسیقی است؟ کدام سرود است؟ حافظی آن کی است؟ بسیار موسیقی دلنشین. همگان آن را میشنوند، میشناسند. این نفر یک نفری مشهور است. همه آن زن را میشناسند. من به شما میگویم که این نفر زن است. اینجا زنگ است به فکرم. السلام علیکم. بخشش باز یک باری دیگر. خب از کارگردان خواهش میکنیم که موسیقی رو باز یک باری دیگر گذارند. شاید دلیر نظرف باشه. دلیر نظرف. میتون؟ چی نام دارید؟ آبا. عزم جان، شما به خود باوری دارید که این سرود از دلیر نظرف است؟ 100% نه. چند فایز باوری دارید؟ 60%. 60%. چرا 100% نه؟ نمیدونم. خب شما به پررگی گفته میتوانید که این سرود از دلیر نظرف است؟ پررگی تخمینا دلیر نظرف. خب به فکر شخصی شما این سرود از دلیر نظرف است، اینطور؟ متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. خب بینندگان عزیز، فعال باشید. یعنی این نفر گفتن از دلیر نظرف. نه، من به شما گفتم، من به شما کمک کردم که حافظه زن است. یعنی حافظه خوش‌آواز این سرود را سرایده است، زن است. بسیار زنی خوب. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. شماتان بخیر باشد. میشنویم شما رو. از آن شمایم. به فکر من این سرودی بختیرت نمیدونم من میگم بختیرت همراه بودم. بخشش تماشابین عزیز، آوازتان نه اونقدر خوب اومده ایستاده است. این سراینده زن است. بختیرت همراه خوب بودم یا باشم. نمیدونم اینقدر وای من میگم ما مثلا میدونم بختیرت. متاسفانه جواب شما نیز نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. این نفر مغفرت کردیم و نیستند. خب این یک زنی هست که همگان آن را میشناسند. یک زنی بسیار با استعداد است. سرودهای خوب دارد. سرودهایش عالی جناب هستند.
асосан он нафароне ки дар асосан калон солҳо ҳастанд, онҳо ин сурудро бисёр хуб мешиносанд. Суруд аз даврони ҷавонии онҳо мебошад. Ассалому алайкум. وعلیکم سلام. خب میشنویم شما رو. نگینه امانقلوبه. نگینه امانقلوبه. ها. چی نام دارید؟ نظام جان ندیوف. بخشش باز یک بار دیگر. نظام جان. نظام جان همین طور. با فکر شما این نفر این حافظه نگینه امانقلوبه است. همین خیل. اگر من با شما امکانیت دهم جواب خود را تغییر میدهید. خب مرحمت کی رو انتخاب میکنید؟ متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکری زیاد برای زنگتان. عزیزان فعال باشید. سرود بسیار سرودی خوب است. نه اونقدر دشوار یافتنی آن. مرحمت. سرود از دورانی جوانی بابایان و بیبیان ما است. شاید جوانان این زمان نیز آن را دانند. اینجا زنگ است. زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. میشنویم شما را. سرود از کی است؟ گلهای دوشنبه. سرود گلهای دوشنبه است. موسیقی همون. متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکری زیاد برای زنگتان. عزیزان فعال باشید. این سرود یک حافظه خوش‌آواز میباشد که برای مخلصان یک سرود دلنشین را، یک سرودی که بر آهنگ زیبا دارد و به گوش فارم است، آن را برای تماشابینان خود زمزمه کرده است. میشنویم شما را. سلام علیکم. و علیکم سلام. مقدس نبیه و همین طور. خب چی نام دارید؟ نگینه خان. مقدس نبیه و این جواب آخرین شما است. بله. عوض نمیکنید؟ نه. شما به خود باوری دارید که این آهنگ از مقدس نبیه و است همین طور؟ تخمینم. خب چند فایز به خود باوری دارید؟ 50%. چرا 50%؟ برای آنکه من این سرود در وقتی که خود بودم خوندم. خب متاسفانه جواب شما نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. عزیزان به شما امکانیت های بسیار خوب داده ایستاده ایم. این زن را همگان میشناسند. بسیار یک زنی چه خیلی گویم به شما فعال است. کسب خود را دوست می‌دارد. این نفر یک با هر گونه سراینده ها بسیار به شکل دویت سرود سرایده است. یک زنی بسیار عاقله کسب خود را که دوست می‌دارد. این نوبت زنگ را قبول میکنیم. زنگ دیگر را. السلام علیکم. و علیکم سلام. میشنویم شما رو. دلنازه کریمه. خب وریانت خود رو عوض نمیکنید؟ متاسفانه جواب شما نیز نادرست است. تشکر زیاد برای زنگتان. بینندگان گرامی من به شما باز یاری میرسانم. گفتم این حافظه زن است. ملت تاجیک ندارد. یعنی تاجیک نه. به فکر شما کی باشد؟ خب مرحمت انتظار جوابهای شمایان هستیم. یک زنی که برای مخلصان خود همیشه میکوشد. کی باشد آن زن؟ اینجا زنگ دیگر را قبول میکنیم. السلام علیکم. بخشش آوازتون خیلی پست آمده است. کمی بلندتر. نه اونقدر خوب فهمیدیم شما رو. کرامت حاجیه. به فکر شما کرامت حاجیه نه. تشکر برای زنگتان. ما به شما گفتیم این نفر تاجیک نیست. خوب بینندگان گرامی ما به شما امکانیت میدهیم که خوب فکر کنید. حالا باشد فرصت برای بخش تجارتی رکلام آمده است. پس از اون باز برنامه را ادامه میدهیم تا آن دم فکر کنید که این سرود از آن کی است.
خب ادامه برنامه شامیتنین است عزیزان. این سرود از سونی کی است؟ بیاید از کارگردان خواهش میکنیم که باز یک بار دیگر این سرود رو برای شما گذاشته باشند. میشنویم. عزیزان به فکر شما این موسیقی از آنی کدام سراینده است؟ من به شما باز کمک میکنم. گفتم این سراینده زن است، تاجیک نیست. اما به شما میگویم که این نفر روس است. کی باشد؟ کدام زنی روس است که این گونه بسیار سرودی جالب رو خوانده است و بسیار حافظه خوش‌آواز است. درباره طبیعت سرود سرایده است. همگان او را میشناسند. درباره گل سرود سرایده است. گویم مویهای بسیار عجایب دارد آن زن. کی باشد؟ فکر شما 92 644 55 33. انتظار زنگ‌های شمایان هستیم عزیزان. مرحمت، برنامه مستقیم است. انتظار شمایان هستیم و اینجوری شما میتوانید به سامانه اجتماعی اینستاگرامی تورتنین ابونه شوید، پیامک‌های خود را به آنجا ارسال کرده باشید. یعنی به فکر شما این زن کی است؟ اینجا زنگ است. زنگ نوبتی را قبول میکنیم. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. میشنویم شما را. این سراینده Alla Pugacheva می باشد؟ Alla Pugacheva همین طور؟ ها بله. شاید جواب شما خطا باشد. به خود باوری دارید؟ ها باوری دارم. چی نام دارید؟ نه 100% باوری دارم. 100% باوری دارید. خب نامتان چی هست؟ صالحه. شاهیده همین طور؟ خب ما شما رو مبارک باشد میگوییم. در حقیقت این سرود از Alla Pugacheva است. به کی سلام میرسونید؟ مرحمت، میشنویم. به همه اهل عالم سلام میرسونم. خب به کل اهل خانواده‌تان سلام میرسونید. مرحمت، سرود رو میشنویم. خب عزیزان، در حقیقت این موسیقی دلنشین از سراینده خوش‌آواز Alla Pugacheva بود. بسیار یک موسیقی دلنشین است. دوره جوانی را بسیار بابا و بیبیان به خاطر آوردن. این نوبت به بخش نوبتی برنامه به بخش 3 سوال میگذاریم. بخش 3 سوال منظور شما است عزیزان. اولین سوال ما چنین است: پایتخت استرالیا کدام شهر است؟ به فکر شما پایتخت استرالیا کدام شهر باشد؟ مرحمت، در اینجا وریانت ها هستند در اکران های شما. انتخاب از شما است. استرالیا در حقیقت یک دولت زیبا است. اون دولتی که بسیار طبیعتی خوش دارد. مرحمت، به فکر شما پایتخت این دولت کدام شهر باشد؟ السلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم سلام. میشنویم شما را. پایتخت استرالیا یریون می باشد. بخشش کدام شهر؟ یویران همین خیلی. وریانت و وینه. وریانت یعنی چهارم همین خیلی. استرالیا. پایتخت دولتی استرالیا. چرا شما به خود باوری ندارید؟ خب میشنویم شما را. در فکر هستید؟ من در فکر. خب چی نام دارید؟ سمی جان. ولی جان همین خیلی؟ سمی جان. سمی جان، شما خود فنی گیوگرافیا را دوست می دارید؟ نه اونقدر. به فکر شما پایتخت استرالیا کدام شهر باشد؟ در اینجا 4 وریانت است. انتخاب از شما. کامبرا. وریانت ا همین خیلی.
جواب خود رو عوض نمیکنید؟ نه. با خود باوری دارید؟ خاطرم اومد کمبر توری میتفایی. خاطرتان با اومد یعنی وریانتی ا. ما شما رو مبارک باشد میگوییم در حقیقت این وریانتی ا هست. غالبیت مبارک به کی سلام میرسونید؟ بس تمام مردم جمهوری تاجیکستان آمدی دیدی سعید استفاده تبریک میگم و به علی کارمندان فنی. تشکر زیاد برای اشتراکتان در برنامه ما سپاسگزار هستیم. تشکر زیاد برای انتخابتان. خب عزیزان سوال نوبتی ما آدولف گیتلر سال چند تولد شده است؟ یعنی گیتلر رو همگان میشناسند. وای کدام سال به دنیا آمده است؟ یعنی سال تولد گیتلر. همگان ما میدونیم که گیتلر کی است، با چه کار مشغول بود. گیتلر شخصی مشهور است نیست. در اینجا 4 وریانت هستند: 1820 1834 1790 1699. به فکر شما کدام وریانت؟ السلام علیکم. شما بخیر باشد. مرحمت، انتخاب شما رو ما انتظار هستیم. وریانتی ب 1834. همین خیل. جواب خود رو عوض نمیکنید؟ خب چی نام داره؟ ما شما رو مبارک باد میگوییم. در حقیقت جواب درست است. وریانتی ب سال 1834 می باشد. تشکری زیاد میگوییم برای زنگتان تماشابینی عزیز. خب عزیزان همگان این شام فعال هستند. خیلی زود دریافت کرده ایستادند. آخران سوال ما در بخش 3 سوال این مسافه از آفتاب تا زمین با چند کیلومتر برابر است؟ یعنی اون مسافه که در بین آفتاب و زمین است چند قدر رو در بر میگیرد؟ به فکر شما کدام باشد؟ مرحمت، در اینجا وریانت ها هستند. به فکر شما کدام باشد؟ السلام علیکم. میشنویم شما رو. وریانتی و 150 میلیون همین طور. چی نام دارید؟ میرزا. شما با خود باوری دارید؟ بیایید من به شما امکانیت میدهم جواب خود رو عوض کنید. نه. انیق؟ خب ما شما رو مبارک باد میگوییم. در حقیقت وریانتی و است. غالبیت مبارک باشد. به کی سلام میرسونید؟ به همه شهروندان خوجند سلام میرسونم. تشکر زیاد برای زنگتان سپاسگزار هستیم. خب عزیزان این نوبت این بخشی نوبتی برنامه یعنی بخش 3 سوال رو بسیار زود به انجام رسانیدیم. همگان فعالانه اشتراک نمودند. سپاس میگوییم و میگذاریم به بخش دیگری برنامه، بخش عکس را شناسید. خب عزیزان این نفر رو ما همگان در اکران های خود دیدید. شخصی شناخته است، بسیار یک شخص ایجادکار است. به وطن خود صادقانه خدمت کرده است و درباره ایجادیاتش بسیار همگان در مؤسسه ها، در دانشگاه ها، در مکتب ها میخوانند. یک شخصی معروف است. السلام علیکم. لایق شیرعلی. چی نام دارید؟ خب یگان شعری لایق شیرعلی را میدونید؟ کدام شعرش را؟ آفتابارون شعرعلی. از خوانده میتونید برای ما 4 مصرعش را؟ میشنویم. من اشتباه که تو آموز تمام آدم روزگار کیم برسمی.
خب تشکری زیاد میگوییم به شما. در حقیقت این نفر لایق شیرالی است. غالبیت مبارک باشد. مرحمت عکس رو میبینیم. خب عزیزان، به عکس نوبتی میگذاریم. میبینیم که این نفر کی است. لایق شیرالی رو بسیار با آسانی دریافت کردید. مرحمت عکس نوبتی رو میبینیم. خب عزیزان، این نفر رو برخی از شما شاید شناسید، در بارش شنیدید. نفری مشهور است. اینجا زنگ است. السلام علیکم. سلام علیکم. میشنویم شما رو. میرزا ترسونزاده. میرزا ترسونزاده؟ ها. شما چی نام دارید؟ یازم. محمد جان، ما بخشش میگوییم به شما. اگر امکانیت دهیم وریانت خود رو عوض میکنید. عوض میکنید وریانت خود رو. تشکر زیاد برای زنگتان. خب عزیزان، انتظار زنگ‌های دیگری شما، زنگ‌های هر یکی شمایان هستیم. این نفر کی باشد؟ یعنی این نفر یک شخصی بسیار خوب بود، شخصی قهرمان است. السلام علیکم. السلام علیکم. و علیکم سلام. میشنویم شما را. این عبیدالله رجبوف نیست؟ عبیدالله رجبوف؟ بله. خب شما چی نام دارید؟ دلنازه هستم. عفیف. دلنازه. عبیدالله رجبوف میگویید. بیایید من به شما امکانیت میدهم جواب خود را عوض کنید. نه، عوض نمیکنم. عوض نمیکنید. عبیدالله رجبوف. بله. خب تشکر زیاد برای زنگتان. متاسفانه جواب نادرست است. سپاس میگوییم به شما. خب عزیزان، فعال باشید. این نفر رو شناسید. از کارگردان خواهش میکنیم باز یک بار دیگر همین عکس این نفر رو گذارند. مرحمت. همگان دیدن که این کی است. در حقیقت کی باشد این نفری که یک شخصی قهرمان است. وی رو همگان میشناسند. السلام علیکم. السلام علیکم. خب به فکر شما این نفر کی است؟ ستالین. ستالین؟ ها. خب شما چی نام دارید؟ عظیم جان. بخشش باز یک بار دیگر. عظیم جان. خب عزیز جان، شما وریانت خود رو عوض میکنید؟ نه. شما جدی میگویید که در عکس هولو استالین است؟ همین خیلی؟ همه خیر. خب غالبیت مبارک باشد. به کی سلام میرسونید؟ مرحمت. تشکر زیاد برای زنگتان. غالبیت باز یک بار دیگر برای شما مبارک باشد. مرحمت. عکس رو میبینیم. خب عزیزان، در حقیقت این نفر ستالین بود. به هر کدام شمایان یک جهان ارزی سپاس میگوییم برای اونی که در برنامه فعالانه اشتراک نمودید. در همین جا فرصتی که برای برنامه شامیتنین جدا گشته بود به اتمام رسید. با هر کدام شمایان خداحافظی می نماییم تا شام آینده تن صحت و سربلند باشید. خیر.